قول الله سبحانه و تعالی که میفرماید و ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا و ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا. به درستی که مساجد الله سبحانه و تعالی از برای الله سبحانه و تعالی بنا شدگی هستند، پس شما عبادت در غیر الله سبحانه و تعالی صرف ننمایید. و در این قول الله سبحانه و تعالی که مساجد از برای عبادت الله سبحانه و تعالی بنا شدگی هستند، شما عبادت در غیر او صرف ننمایید. و ان المساجد، مساجد جمع مسجد است و مسجد آن خانه ها، آن مکان هایی که از برای عبادت الله سبحانه و تعالی بنا شدگی هستند، خانه های الله سبحانه و تعالی که در آنجا بندگان الله سبحانه و تعالی الله سبحانه و تعالی را عبادت می‌نمایند، از برای نماز بنا شدگی هستند، چه نمازهای فرضی باشد، چه نمازهای نافلی باشد، چه اعتکاف نشستن باشد، چه قرائت قرآن باشد و غیر از این نوعی که هست. این نوع تفسیر اول است که باید از برای الله سبحانه و تعالی صرف بگردند. و ان المساجد لله گفت، پس تمام آن مکانهایی که در آنجا باید نماز گزارنده شود تنها از برای الله قرار بگیرد. مساجد لله در این لام را تخصیص خاص قرار داد، یعنی که خاص سزاوار است در اینجا تنها الله سبحانه و تعالی عبادت کرده شود، نه غیرش. در داون چی فرمود؟ فلا تدعوا مع الله احدا، فلا تدعوا نهی میکند، یعنی نهی در قرآن به معنای تحریم از حرام بودن است. آن چیزی که الله از ما محمن کرد در ما در قرآن یا که رسول الله صلی الله علیه و آله این به معنای حرام بودن است، یعنی این کار شما انجام ندهید، اگر انجام دادید مرتکب گناهی بزرگ شدید و شما بر این به جوابگری کشیده میشوید. فلا تدعوا، پس دعا نکنید در آنجا مدامی که این مساجد، این زمین از برای عبادت الله هست. فلا تدعوا، پس دعا نکنید، نخوانید کسی را. فلا تدعوا، پس دعا دو قسم است، دو قسمتی از دعا است. دعای مسئلت میگویند و دعای عبادت میگویند. دعای مسئلت سوال کردن از سوال است، طلب کردن از الله سبحانه و تعالی تو طلب مینمایی، این را دعای مسئلت میگویند. پس دعای مسئلت سوال کردن تنها از برای الله سبحانه و تعالی قرار بگیرد، تنها آن چیزی که انسان میخواهد با آن برسد از الله سبحانه و تعالی طلب نماید، نه از کسی دیگری، نه از کسی دیگری، تنها از برای الله سبحانه و تعالی باشد. هر چی که میخواهی از او طلب نمایی. و دعای عبادت میشود به مثل نماز، رکوع، سجده و هر نوع دیگر است، دیگری که است. چی فرمود؟ فمن صرف منها، فمن صرف یعنی که هر کسی که صرف نمود منها بعضی از این نوعهای عبادت را، قسمت از این نوعهای در بالا ذکر شده را اگر که در غیر الله صرف نمود، من هنا شرطیه، در اینجا و من صرف من شرط است، شرط قرار داد. تمام انسان‌های مکلفه که هستند از عاقل چیزن چیز مرد باشد در این عام می شود. منها یعنی بعضی از این نوعهای عبادت را هر کسی که صرف نمود، مراد از صرف کردن نگه چیزی از نوعهای عبادت را، چی اندک باشد، اندکی از این نوع عبادت را یا زیادی از این نوع عبادت را در غیر الله صرف کرد، لغیر الله عز و جل، از برای غیر الله صرف کردی، فهو مشرک کافر میفرماید مؤلف. پس وای در این حالت مشرک می شود و کافر می گردد. مشرکون کافرون یعنی که شرک اکبر را انجام داد و مشرک شد، شرک اکبر، و کافر شد، کفر اکبر که از دایره اسلام خارج می گرداند. و دلیل قوله تعالی، و دلیل بر این که انا همین دعا کردن، چه دعای عبادت باشد، چه دعای مسئله سوال طلب کردن باشد، که این عبادت است و صرف این در غیر الله شرک است. الله می فرماید و من یدعو مع الله الها آخر، اگر هر کسی که با همراهی الله اله دیگری را بخواند، از او دعا و کمک یاری مدد طلب نماید. و من یدعو، کسی که دعا کند با شرط میگذارد. و در داون چی فرمود؟ فانما حسابه، جواب شرط میشود. بعد درسته که اگر هر کسی که با الله کسی دیگری را خواند، بعد درسته که حساب او، آن واقعی که بر بالای سر او می آید، جواب شرط. الله چی فرمود؟ و من یدعو مع الله الها آخر لا برهان له به، هر کسی که به غیر الله کسی دیگر را بخواند یگام حجت ندارد، یگام دلیل برهان ندارد. لا برهان له به، این بیان حقیقتی آن چیزی است که با همراهی الله خوانده می شود. در آخر چیز یگام حجت برای این کاری که انجام میدهد ندارد. فانما حسابه عند ربه، با درستی که این کاری که به غیر الله شرک می آورد، غیر الله را می خواند،
به درستی که تهدید میکنه الله سبحانه و تعالی، به درستی که حساب این بدن در نزد الله سبحانه و تعالی است. انه لا یفلح الکافرون، در آخر چی گفت؟ به درستی که الله سبحانه و تعالی کافران را نجات نمیدهد. کافران نجات نمییابند. حسابه، یعنی حساب کتاب اینه که الله با این عمل شرکی که انجام میدهد تهدید میکند. البته که وای حساب کتاب مورد حساب کتاب قرار میگیرد. انه، نتیجه همین کاری که بعد که انجام میدهد، لا یفلح الکافرون، نتیجه همین کار چی است؟ انسان کافر می شود و این شرک آورده است و الله کافران را یفلح، نجات نمی بخشد. هرگز و هرگز کافر در روز قیامت نجات نمی یابد. لا یفلح گفت، نهی کرده که هلاک مطلق برای او انسان می آید که انسان اگر این کار را انجام داد از اهل نار، از اهل آتش قرار می گیرد، بلکه از خالدین فی النار میگویند در آتش جهنم ابدی قرار می گیرد. انه لا یفلح الکافرون، هرگز و هرگز الله سبحانه و تعالی کافران را نجات نمی بخشد. کافرون یعنی نجات میوبان. اگر هر کسی که به الله سبحانه و تعالی کسی یا چیزی رو صرف کرد، برای در اول مقدمه چی گفت؟ فمن صرف منها، هر کی چیزی از این نوعهای عبادت را در غیر الله صرف کرد، در غیر الله صرف کرد، منها از این نوعهایی که در بالا ذکر کردیم که قسمت اول از این چی بود؟ این دعا بود. دعا بود که دعا بعد از برای غیر الله سبحانه و تعالی صرف نگردد. فهمو؟ بارک الله فیکم. چون الله سبحانه و تعالی میفرماید که انه من یشرک بالله فقد حرم الله علیه الجنه، اگر هر کسی که بر الله کسی چیزی را شریک قرار بدهد، بدرستی که الله جنت را برای او حرام میگرداند و مأواه النار، علاوه بر این که جنت برای انسان حرام میگردد و جایگاه و جهنم قرار میگیرد. و مأواه النار و ما للظالمین من انصار، الله سبحانه و تعالی هرگز و هرگز ظالمان را نجات نمی بخشد. ظالمان از رحمت الله سبحانه و تعالی دیگر در آن روز ناامید میگردند، چون از بزرگتر ظلم این چیست؟ این شرک بیاوردن بر الله سبحانه و تعالی است. پس این نوع عبادت، دعا با دو قسمتش، دعای عبادت و دعای مسئلت، از برای الله سبحانه و تعالی باید حتما قرار بگیرد، نه از برای غیرش. اگر از برای غیرش قرار گرفت، پس چی گفت؟ انه لا یفلح الکافرون، الله هرگز و هرگز کافران را نجات نمیدهد. یعنی که در این آیه کریمه کسی که دعا را به غیر الله سبحانه و تعالی صرف کرد، نتیجه اون را چی گفت؟ کفر گفت. و کافر گفت چیز هرگز و هرگز نجات نمییابد. کافر هرگز و هرگز نجات نمییابد. الله سبحانه و تعالی ما و شما را از این نوع شرک رهایی بخشد و نجات بدهد. پس این نوع شرک دعا کردن می شود، نماز را دعا میگویند و دیگر انواع دعایی که هست. چی فرمود؟ فلا تدعوا مع الله احدا، در آیه کریمه که ما خوندیم. پس شما با الله کسی را عبادت نکنید، هیچ کسی را، هیچ چیزی را. اگر شخص انسان نماز میگذارد، روزه میدارد، حج میکند، صدقه میدهد و علاوه بر این با الله کسی دیگری را میخواند، از او دعا و کمک یاری میطلبد، به مثل از شیخ، از قبر، از پیر و غیره و غیره کسانی که هستند، پس با الله شرک آورده است و الله سبحانه و تعالی مشرک را نمی آموزد و نمی بخشد. پس الله سبحانه و تعالی در آیه بعدی می فرماید که و من یدعو مع الله الها آخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربی انه لا یفلح الکافرون. حالا ما این رو ترجمه و تفسیر کردیم. هر کی با الله سبحانه و تعالی معبود دیگر رو بخواند، یقینا هیچ دلیلی بر این کارش ندارد. در حقیقت که یگم دلیل ندارد و حساب او در نزد پروردگارش هست. این تهدید است بدون شک و تردید. و کافران هرگز و هرگز رستگار نمیشوند. هرگز و هرگز کافران رستگار نمیشوند. در اینجا و من یدعو گفتیم شرطی است. هر کس، چی مرد باشد، چی زن باشد، چی دانشمند باشد، چی جاهل باشد، هر کسی که غیر الله را دعا کرده، غیر الله را دعا کرده، یعنی که عبادت را به غیر الله روانه کرد، صرف کرده، من شرطی است. همه آدمان را فرا میگیرد. اگر غیر الله دعا کند، او را بخواند، مع الله اله آخر، هر کسی یا هر چیز غیر الله سبحانه و تعالی، هر شخصی را به سوی او روی بیارد، او را صفت معبود را بر او بدهد، صفت معبود را بر او بدهد، کسی را با الله شریک قرار بدهد، چی از پیامبران، چی از فرشتگان، چی از ولی، چی از صنم، چی از درخت، چی از قبر و غیر اینها. لا برهان له، بر این کاری کردهش حجت ندارد اصلا.
برایش هیچ دلیل و برهان نیست. یعنی عمل شرک هیچ دلیل ندارد، نه از جهت عقل، نه از جهت نقل، نه از جهت فکر اندیشه. در ادامه چی فرمود الله سبحانه و تعالی؟ فانما حسابه عند ربه. اینجا تهدید میکند اکنون کسی که این عمل رو انجام میدهد سپس مرحله تهدید میآید، یعنی حسابش نزد الله است و اوست که با کفرش او انسان را محاسبه حساب میکند و حساب به جزای چنین شخص حتما در روز قیامت مجازات او میرسد. در ادامه چی فرمود؟ انه لا یفلح الکافرون. نجات و فلاح و نجات برای کافران است. هرگز و هرگز او نجات را نخواهد دید و نخواهد یافت. پس هر کسی چیزی از نوعهای عبادت را برای غیر الله صرف کرد پس او مشرک میگردد، پس او مشرک می شود، علیه بالله کافر می شود، چون عملی شرک را انجام دادن هیچ اساس و حجت و برهان ندارد. با این کارش مادامی که حجت ندارد پس عمل او باطل است، عمل او باطل است. مادامی که عمل او باطل باشد پس نجات برای او دیگر ناممکن است و فتح و خوشبختی و پیروزی برای او دیگر هیچگاه نخواهد آمد و او از اهل توحید نخواهد بود. فلاح گفت در اینجا یعنی کامیاب نمی شود، نه در دنیا نه در آخرت. پس این نشان می دهد که مشرکان در هلاکت هستند و اگر که بر این حال بمیرند در عذاب جهنم قرار می گیرند. و دلیل این که دعا این عبادت است، رسول الله در حدیثی که از رسول روایت میگه الدعاء مخ العباده، دعا مغز عبادت است. این حدیث در سنن ترمذی از انس بن مالک روایت شده است، اگرچه علما این را ضعیف گفتند و صحیح‌تر از این حدیث نعمان بن بشیر رضی الله عنه است که می‌فرماید الدعاء هو العباده، دعا این خود عبادت است، دعا خود عبادت است، دعا اصل و خود عبادت است. گفتند دعا تنها یک بخش عبادت نیست بلکه دعا خود واقعا ماهیت عبادت را افاده می‌کند. پس محتاجی، نیازمندی، طلب رحمت و احتیاج تنها از برای الله سبحانه و تعالی کرد، نه از برای کسی دیگری. و دلیل دیگری که این را بیان می‌نماید الله سبحانه و تعالی می‌فرماید و قال ربکم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. و قال ربكم ادعوني، پروردگارت بر شما گفت، پروردگارشون بر شما گفت. چی گفت پروردگار به ما؟ ادعوني استجب لكم، شما من را دعا نمایید، من دعای شما را اجابت میکنم. اینجا دلیل مستقیم است، امر مستقیم است. پروردگار با شما فرمان داد، امر کرد، توصیه داد. چی را؟ ادعوني استجب لكم، شما من را دعا نمایید، من دعای شما را اجابت میکنم. ان الذين يستكبرون عن عبادت، بدرستی آن کسانی که از عبادت الله روی گردان هستند، روی میآرند، الله را عبادت نمیکنند، الله را دعا نمیکنند، خود را بی نیاز میشمارند یا غیر الله را عبادت مینمایند. ان الذين يستكبرون عن عبادت، بدرستی آن کسانی که از عبادت الله روی میگردانند، از عبادت من الله روی میگردانند، سيدخلون جهنم داخرین، زود است که آنها داخل جهنم میشوند، با خاری به جهنم وارد میگردند. در سوره غافر آیه 40 الله چی فرمود؟ ادعونی، یعنی من را دعا نمایید. پس دعا باید از برای الله صرف گردد، چون الله ما را بر این امر کرد. و سپس فرمود الذين يستكبرون عن عبادتي، آن کسانی که از عبادت من روی گردان هستند و روی میآرند از عبادت من الله سبحانه و تعالی. پس سبب روی گردان چی بوده است؟ یا جهل است، یا کبر و غرور است، یا بی‌نیازی است، هر چیز دیگری که باشد، بدرستی که بر خود ظلم کرده است و خاری را برای خود آورده است. پس دعا این اصل عبادت است. ادعونی استجب لكم، گفت شما من را دعا نمایید، من را بخوانید، من دعای شما را اجابت میکنم، گفت الله سبحانه و تعالی. پس هر کسی که از الله متعال، از خالق رازق مالک خود را بی‌نیاز بداند، پس سرکشی کرده است و کافر شده است و جایگاه جهنم میگرده. و جهنم چی بد جایگاه است؟ و جهنم چی بد جایگاه است؟ پس اگر بر تو گفته شود که از کجا میدونی که این دعا خود عبادت است؟ از کجا دانستی که دعا عبادت است؟ قول رسول الله صلی الله علیه و سلم الدعاء هو العباده، دعا این عبادت است گفتن. و همچنین قول الله سبحانه و تعالی گفتن ادعونی استجب لكم، شما من را دعا نما، دعای شما را اجابت میکنم. گفتن الله سبحانه و تعالی من را دعا نما و دعای شما را من اجابت میکنم. بارک الله فیکم. پس دعا خود عبادت است. الدعاء هو العباده در حدیث بیان شده است. و الله سبحانه و تعالی ما و شما را از این نوعی هلاک کننده در پناه اسمتش نگاه بدارد.